پروردگار ربا را پرسنت حرام کرد، زیرا که برای آنکه این سبب پیدایش دشمنی بین برادران می شود. خیال میکنه او آدمی که محنت میکند میبیارد پولش با فایز به دست تو میتید، اون نسبت به تو در دلش محبت داره. و اگرچه در ظاهر رحمتت گویدم با دل چند بار فلان کنو میگوید. وقتی خون جگر خورده $400 یافت آورده بامش دست تو داد، فقط عذاب کشیده خلاص. حالا آنکه اگر شما قرض حسنه میداده، قرض به فایز میداده، پروردگار هر سوم شما ده 18 حسنه میداد. خدا هرگز از شخص رباخور، از شخصی که پرستنگیر است، نه صدقات قبول میکند، نه حج قبول میکند، نه جهاد قبول میکند، نه خیشاش یاردم کرده باشد زیلی را قبول میکند. یمحق الله الربا، خدا پول ربا را بی برکت میگرداند. پول ربا را هرگز ثواب نمیدهد. بنابر شخصای پرستنخور دانند که اونها از این پول خواه مولود میکنن، خواه توی میکنن، خواه حج میروند، والله هیچ کدامش در دای خدا قبول نیست. کدام جوان مرد برای خودش حلال میداند نکاح مادرش یا نکاح دخترش؟ هیچ کس این حلال نمیداند، هیچ کس این برای خود جایز نمیداند. حتی شنود که کسی با خواهرش رسیده است با یک نفرت به او نگاه میکند. کی برای خودش حلال میداند، جایز میداند خوردنی گوشت خود مرده را؟ یک مال حرام شد دم کرد ورم کرد، گوشت هوایه آورده میخورد؟ نه، طبیعت سالم از بین نفرت دارد. یا خون مسفوح، خونی که از سری در وقت سربریدن مال میبرد، همون اگر کسی در پیاله گیرد او را نوشیدنش به خودش حلال میداند؟ نه، نفرت دارد به او. و این چنین باید مردی با ناموس، مرد مسلمان که ربا را هم خدا در ردیف این ذکر کرده است، باید استفادهش حلال بداند. اما افسوس امروز مسلمان های ما از خوردن گوشت خوک نفرت دارند، از نوشیدن خون نفرت دارند، از خوردن گوشت حرام شده نفرت دارند، از نکاح مادر و دختر نفرت دارند. اما او حرامه که خدا برابر به اینها ذکر کرده است، گرفتن پرسنت و یا حلال میدانند و یا حتی بخشان کسب کردیند. امروز بسیار آدم ها ثروتمند شدیند و یگان کار مشغول نیستند، فقط وظیفه‌شان پول قرض داده پرسنت گرفتن است، از حساب وی خانه، از حساب وی ماشین، از حساب وی حج، از حساب وی معیشتی خوب خانه‌اش را تشکیل کرد. کسب دیگر ندارد. اینو به خودش حرام نمیداند، حالانکه پروردگار برابر حرامش به اینها در قرآن ذکر کرده است. پیغمبر بزرگوار برای کسانی که با کسب ربا مشغولند، با پرسنت گرفتن مشغولند، جنگ اعلان کرده. پروردگاری که آفریدگار انسان است، آفریدگار تمام موجودات است، با رباخورها و پرسنتگیرها جنگ اعلان کرده است. آیا این انسانهای ضعیف میتوانند با خدا جنگ کنند؟ میتوانند اینها با پیغمبر بزرگوار جنگ کنند؟ نه، نمیتوانند. آخرین آیه که و پیغمبر بزرگوار پیش از مرگشان نازل شد، مفسرین کرام میگن این آیه ربا بود. ای کسانی که شما ایمان دارید، ایمان به خدای خود دارید، ایمان به قرآن و محمد دارید، از خدای خود ترسید، از خدای قادر و توانایی که انتقام خود از جنایتکارها میگیرد ترسید. و ذروا ما بقی من الربا
تا امروز اگر با کسی پول قرض داده بودید، با سود، با پرسنت، از نزول این آیت این جانب فایده خود از این قرض نگیرید. فایده که بالای او گذاشتید او را دیگر نگیرید. اگر شما ایمانی به پروردگار خود دارید، اگر ایمانی به جنت دوزخ دارید، اگر بعد از دانستن حرامی ربا و پرسنت خوری از این بیماری باز نایستادید، از این حرامخوری باز نایستادید، از این سودخوری باز نایستادید، فاذنوا بحرب من الله و رسوله، خدا آماده کنید به جنگ ضد خدا و پیغمبر او. خدا به مقابل رباخورها، به مقابل سودخورها و پرسنتخورها اعلان دارد که یراق جنگی خود تیار کن، به جنگ ضد من آماده باش. بنابراین پرسنتگیرها، این کسانی که قرض میدهند به برادر مسلمان خود در عوض پرسنت، اینها دانند که با خدای خود جنگ اعلان کردند و حتما پروردگار اینها را هلاک میگرداند، اینها را مالهاشان بی برکت میگرداند، اینها را زندگیشان زندگی ذلیل و خوار میکند. اما اگر شما بعد از دانستن حکم ربا توبه کردید، یعنی از رباخوری و پرسنتگیری باز ایستادید، خدا میگه برای شما حلال است اصل پول خود گیرید و اون فایده که گذاشته بودید از بهرش گذارید، نه به شما جبر شود، نه او به او برادر مسلمانی که از قرض گرفت نه به او جبر شود. بنابر هیچ کس و هیچ عالم و هیچ مجتهد نمیتواند برای ربا حله برارد برای جایز بودن، و هر کس ربا را حلال میداند یا برای استفاده ربا حله را استفاده ببرد و حکم خدای خدا مقابل برآمده است. جناب پیغمبر که برای امت مهربانند رباخورها را لعنت کردند، پیغمبر خدا لعنت کردند شخص رباخور را، شخصی که پول قرض میده و پرسنت میگیرد، و شخصی با پرسنت دهنده را. ببینید در اینجا رسول اکرم حتی همون شخصی که پرسنت میدهد برای این بای هوای هم لعنت کردند، زیرا که وی هم سبب گناهگار شدن این آدم شد. اگر وی قرض با پرسنت نمیگرفت این آدم به این عذاب خدا مبتلا نمیشد. و شاهدی، حتی دو شاهدی که در وقت قرض دادن شما و قرض گرفتن او شاهدند حاضرند، این دو شاهدم پیغمبر خدا لعنت کردند. چی گفتند؟ و هم سواء، اینها همه در این جنایت وزنین برابر هستند. عزیزان من، در کدام جامعه که رواج مییابد رباخوری و زناگاری، آن جامعه خواهیم نخواهیم روز به تنزل به هلاکت روبرو بشود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید در هر جایی که، در هر قشلاقی که، در هر ناحیه‌ای که زناگاری رواج یافت، پروردگار به اهالی او مرگ ناگهانه بسیار میگرداند. در کجا که زنا رواج یافت، خودکشی بسیار بشود، مرگ بسیار بشود. و در کدام محله که، در کدام قومی که رباخوری رواج یابد، پروردگار در بین اونها کسلی دیوانگی را زاید میگرداند. این سخن پیغمبر بزرگوار است. برای که امروز در جامعه ما اینقدر آدم ها به کسلی دیوانگی مبتلا هستند، به کسلی روحی مبتلا هستند. برای خاطر چی؟ برای خاطر آنکه جامعه ما را این دو فساد، هم زناگاری هم رباخوری فرا گرفته است. حالا عذاب از این سخت‌تر در پیش است. حالا هم پروردگار عذاب عمومی نمی کند، به خاطر آن است که بعضی بندگان صالحش وجود دارند. این ربا عزیزان من، این جبر کردنی به برادر مسلمان است.
آخر همسایه است یا برادری مسلمان است، محتاج می شود، ضرور می شود، او در یک حالت ناگوار می افتد، نزد شما می بیاد برای پول ترسی و شما خودتان در جای و حس کنید و چی ناراحت است. شما بجای آنکه او را یاری کنید، بجای آنکه به او دست یاری دراز کنید، از این کمبغلی او را خلاص کنید، بجای یاری او را 200 پول برای بلیتی سمالیات تا مسکو رفتنه، در هر ماه $20 بالاش در فایز بموند. و اگر رفت و بیچاره در اون 6 ماه $400 کار کند، بیاد همون قرضی او با پرستش میتید باز گوده کاش گرسنه میگردد. آیا این انصاف است؟ در تمام دینهای آسمانی، چی در دین مسیحیت چی در دین یهودیت، ربا حرام است. امروز در عالم یهود، در دنیای یهود، یهودی برادر یهودیش قرض دید به پرسنت قرض میدید. اما ما مسلمانان حتی اکا به دادرش قرض دید با فایز قرض میدید، با پرسنت قرض. بنابر رسول اکرم پرسنت خورها را تا قیامت لعنت کرده. روایت امام نسائی است، حضرت میفرماید شخصی پرسنت خور و 2 شاهدی که در این محفل اشتراک میکنند در وقت قرض دادن نوشتند اونها از زبان محمد تا روز قیامت گرفتار لعنتند. بنابر رسول اکرم آدم های پرسنت خور اگر توبه نکرده مرن شفاعت نمیکنند. پیغمبر بزرگوار 1400 سال پیش معلوم کرده بود، فهمانده بود که لیأتین علی الناس زمان، برای امت من یک زمان می بیاد که لا یبقى منهم احد الا اکل الربا، هیچ کس باقی نمیموند مگر اینکه ربا خورند. حالا خیر است شاید بعد از 10 سال و 20 سال در تاجیکستان ما یافت نشود آدمی که ربا نخورد. فمن لم یأکله اصابه من غباره، اگر کسی ربا نخورد، اگر کسی پرسنت قرض ندیدم، اما از غبار او، از گناه او اینم شریک است. مانند ایشانم الله، مانند ما باریم. او پرسنت خورها باید ما رو فیراد میکنن، خانهشان 10 و 20 و 100 میدین، ما هم در گناه و شریک. پیغمبر خدا پیشگی اعلام کرده بودند و من یأکل، کسی اگر خودش نخورد هم اصابه من غبار ربا، غبار حرامخوری به او میرسد. ربا عزیزان من یکی از وزنینترین گناههای کبیره است. از گناهایی است که شخص رباخور به سبب آن به لعنت خدا گرفتار است. ربا، سودخوری، پرستش از جمله گناهایی است که کننده آن به لعنت پیغمبر خدا گرفتار است. قرآن حرامی ربا را با همون کلمه بیان میکند که حرامی خود مرده و حرامی نکاح مادر و دختر بیان میکند. خدا رباخورها را، خدا پرستنگیرها را برکتشان از ثروتشان و از مال و از خاندانشان هم در این دنیا هم در آخرت میبرد. باور کنید هیچ آدمی پرستنخور این بایگریش تا آخر دوام نمیکند. او آخر بانکرات میشود، آخر خانش یا دوز میزند، آخر خانش یا میسوزد، آخر یا خودش خار میشود، یک بلای مبتلا میشود که از این پولش، از این بایگریش او فایده برده نمیتواند. یا پروردگار او را یک کسلیت مبتلا میکند، نمیتواند این بایگریش راحت کند. یمحق الله الربا، خدا پول پرستنت به برکت میگرداند. خدا میگه ای کسانی که شما ایمان دارید، مالهای یکدیگر با راه حرام نخورید. یکی با راه قرطبازی، یکی با راه کزینا، یکی با راه دزدی، یکی با راه پرستن، مال یکدیگر نخورید مگر از یکدیگر مال گیرید به عوض تجارت.
با رازگی یکدیگر. این از کسب حلال، این از ثروت حلال، این از پول حلال. رباخورها روز قیامت شرمندگی دارند. پرستخورها، این صدای من شنوید، حال شما اگرچه در این دنیا با این پول حرام مرسدس سوار بشید، اگرچه با این پول حرام خانه های 3 قبط و 4 قبط میکنید، اگرچه با این پول حرام لباس های زیبا میپوشید، رستوران های عالی به معیشت میکنید، حال شما در گور و در روز قیامت چیست؟ شخصی در آب غرق میشود، حرکت میکند، جان میکند تا به لب ساحل رسد، اما ملائکه در لب ساحل ایستاده است، در دست سنگهای آتشین باز در دهان او میاندازد و او را با در حیله میکند. این عذاب تا روز قیامت است. تا روز قیامت روحی شخصی رباخور و پرستخور این عذاب دارد، اگرچه جسدی باید در خاک در قبر باشد. اما روز قیامت چی؟ روز قیامت که همه از در پیشگاه خدا از خانه قبر میخیزیم، روانه میشویم به سوی محشر، حال پرستخورها چگونه است؟ حال پرستخورها چگونه است؟ قرآن عزیزان من این منظره رو برای ما و شما تصویر میکند. چه تصویری زیبایی! ببینید رباخورها از قبر میخیزند، منظره قیامت پیش رو بیارید. پرستخورها از قبر میخیزند همه، و دیگر بندگان خدا هم میخیزند، بندگان مؤمن و با طاعت و کسانی که قرض حسنه با برادر خود میدهند، اونها شتابان با تن سالم و قوت به محشرگاه میروند دوان. اما این پرستخور از جاش میخیزد، مانند شخصی که دیوانه هست، یک طرفش کج، یک طرف بدنش کار نمی کند، دهانش کجیله، از جاش میخیزد، قدم میاندازد باز میافتد، از جاش میخیزد، قدم میاندازد با به زمین میافتد، همه خاکالود، همه غبارآلود. آن کسانی که ربا میخورند مانند دیوانه ها، مانند کسانی که به کسانی روحی مبتلا هستند، چگونه حالشان مزدین است، مانند او از جای میخیزند به سوی محشرگاه روان میشوند، اما افسوس قدم زده نمیتوانند. حضرت امام قتاده در تفسیر این آیه کریمه میگوید یبعث آکل الربا مجنونا یوم القیامه. پرستخورها روز قیامت از قبر میخیزند دیوانه. دیوانه های گفتاش دیده؟ دیوانه های در راه میگردند، چگونه یک حالی نفرت آوری دارند. این